سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. با هم دیگه بریم درس 38 از کتاب Vocabulary in Use رو کار بکنیم. این درس راجع به فعل have هستش. have، had. ببینیم کلاً چی میخواد بگه. Part A. What can you have? What can you have? چی میتونی داشته باشی؟ ببینیم این have رو کجاها میتونیم استفاده کنیم. You can have breakfast, lunch, dinner, a meal. یعنی میتونی breakfast داشته باشی، لانچ، نهار، دینر، شام و میل، یک وعده غذایی. پس میتونی have رو با اینها استفاده کنی. یا have a party, a meeting, a game. have a party یعنی جشن داشتن، پارتی داشتن، میتینگ جلسه، گیم هم که بازیه. پس میتونی have رو با اینها استفاده کنی. have a lesson, an exam, homework. a lesson یعنی have a lesson درس داشتن، an exam امتحان و homework هم که تکالیف میشه، مشق میشه. have a cup of tea, have a cup of coffee, a drink, an ice cream, some cheese. have a cup of tea یعنی یه فنجون چای داشتن، یه فنجون چای خوردن، با کافی هم میاد. a drink نوشیدنی، an ice cream بستنی، some cheese مقداری پنیر. پس با اینها میتونیم have رو استفاده کنیم. have a shower, a bath, a swim. have a shower یعنی دوش گرفتن، دوش داشتن در واقع. a bath حمام، swim هم شنا. پس با اینها هم میتونی have رو استفاده کنی. part B. expressions with have. عبارت هایی که با have هست ببینیم چیا هستن. Is that your camera? دوربین توه؟ Can I have a look? Can I have a look? میتونم یه نگاه بهش بندازم؟ Look at it یعنی نگاه کردن بهش. پس have a look یعنی نگاه کردن. Is that your bicycle? دوچرخه توه؟ Can I have a go? Can I have a go? میتونم سوارش بشم؟ میتونم برونمش؟ Ride it یعنی سوارش شدن، روندن. پس have a go همون ride it میشه. Goodbye, have a good journey. خدا نگهدار، خدا حافظ، سفر خوبی داشته باشی. Somebody is going away یعنی یک شخصی که داره یه جا رو ترک میکنه، میره یه جای دیگه، مسافرت میره، جای دیگه میره. میتونیم اینا رو بهش بگیم، یعنی سفر خوبی داشته باشی. Do you have a moment? یه لحظه وقت داری؟ Do you have a moment? moment یعنی لحظه. پس do you have a moment وقت داری؟ Can I have a word with you? Can I have a word with you? میتونم باهات صحبت کنم؟ پس can I have a word with you؟ میتونم باهات صحبت کنم؟ We always have a good time in our English lessons. میگه ما همیشه good time داریم. have a good time یعنی اوقات خوشی رو داریم توی کلاس های انگلیسیمون. I'm going to have my haircut. من دارم میرم موامو کوتاه کنم. have my haircut دارم میرم موامو کوتاه کنم. See you later بعداً میبینمت. See you later بعداً میبینمت. Can you meet me at the hairdressers? Can you meet me at the hairdressers? میتونی منو توی آرایشگاه ببینی؟ hairdressers یعنی آرایشگاه. I want to learn to ski but I don't have the time. I want to learn to ski but I don't have the time. من میخوام اسکی یاد بگیرم اما وقتشو ندارم. I don't have the time. وقتشو ندارم. Part C. قسمت سوم. have plus got. یعنی have با got که بیاد. Speaking informal. برای speaking برای صحبت کردن توی گفتار استفاده میشه و informal غیر رسمی و خودمونیه. اما have به تنهایی writing formal یعنی برای نوشتن و در نوشتار استفاده میشه و فرمال رسمیه. I've got 3 sisters. من 3 تا خواهر دارم. Have you got any brothers and sisters? خواهر برادری داری؟ میبینی got که میاد خودمونی میشه. My house is big. خونه من بزرگه. It's got 5 bedrooms and 3 bathrooms. اون 5 تا bedrooms اتاق خواب داره و 3 تا bathrooms همون دستشویی داره. We've got 10 minutes before the train goes. میگه ما 10 دقیقه وقت داریم قبل از اینکه حالا ترین قطاره بره. کلاً 10 دقیقه دیگه وقت داریم که قطار بره. Have you got a pen? Have you got a pen? خودکار داری؟ Have you got a pen? خودکار داری؟
Do you sell postcards? میگه کارت پستال میفروشی؟ Yes, but we haven't got any at the moment. میگه اما الان در حال حاضر at the moment در حال حاضر نداریم. I've got a problem. یه مشکلی دارم. Can I have a word with you? میتونم باهات صحبت کنم؟ I've got a cold. سرما خوردم یا I've got a headache. سردرد دارم. اینجاها میتونی از در واقع have به علاوه got استفاده کنی یا got رو نیاری have بیاری که به صورت رسمی تر میشه. Part D قسمت D have got to که برای speaking خودمونی بودن و در واقع گفتار و اینفورمال خودمونی و غیر رسمیه. have to در writing نوشتار و فرمال رسمی استفاده میشه. اینفورمال غیر رسمی، فرمال رسمی. پس have to یعنی اجبار رو میرسونه دیگه. پس میتونیم توی غیر رسمی ها بگیم have got to. We use have got to when the situation means you are obliged to do something. میگه we use ما استفاده میکنیم از have got to وقتی که situation یک موقعیتی means به این معنیه you are obliged to do something یعنی یک کاری رو از روی اجبار انجام بدی، مجبوری که یک کاری رو انجام بدی. The museum's not free. موزه free نیست، رایگان نیست. You have to or you've got to pay $10 to go in. تو باید $10 پی پرداخت کنی تا go in تا بری داخل، تا اجازه بدن بری داخل. All students have to do an exam. همه دانشجوها یا همه دانش آموزها مجبورن که امتحان بدن. My sister needs the car. خواهر من ماشین رو نیاز داره، لازم داره. So I've got to walk to school every day this week. و من مجبورم که هر روز این هفته رو walk to school راه برم به سمت مدرسه، تا مدرسه راه برم. اینم از این قسمت common mistakesش، اشتباهات رایجش میگه in the past we use had to without got. میگه in the past در گذشته اگه بخوایم از این have to استفاده کنیم میگیم had to، اون gotش رو دیگه نمیاریم. When I was a student وقتی که من دانشجو بودم یا دانش آموز بودم I had to write an essay every week. من had to مجبور بودم که بنویسم یه مقاله رو every week هر هفته. پس وقتی که من دانشجو بودم هر هفته باید یه مقاله می نوشتم. پس دقت کنید که در گذشته وقتی میخوایم have to رو استفاده کنیم have to میشه had to و دیگه got رو نمیاریم. اینم از این. پس اینا رو خوب تمرین کنید، برای خودتون مثال بزنید و اون تمرینای صفحه مقابلش رو حل کنید تا ملکه ذهنتون بشه. شاد و پیروز باشین.